پیامبری آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه در راه دعوت رنج و مشقت و اذیت بردند. اکنون تصور میکنید؟ ما باید تصور داشتگی باشیم. وقتی که به طائف رفتن به بین مشرکین به خاطر این که به امید این که در اینجا آدم های به عقل است، شاید ما را فهمد، شاید دعوت ما را قبول کند، گفته از مدینه از مکه طائف 80 کیلومتر به بالای کوه می روید. به کوه پیامبر پیاده رفتند. وقتی که پیامبر رفتند اونها را به لا اله الا الله دعوت کردند، به عوض این که قبول کنند پیامبر را مسخره کردند، کودکان جمع کردند، پیامبر را سنگ باران کردند. الله اکبر. در حدیث سه آمده است که مادرمون عایشه رضی الله عنها با پیامبر سوال میکنند که ای رسول الله، سخت‌ترین روزی تو در این دنیا، وزنین‌ترین روزی تو در این دنیا در مسئله دعوت کدام روز بود؟ رسول الله گفتند روزی طائف بود. برای آن که وقتی که رسول الله را سنگسار کردن خاطر لا اله الا الله، خونشون ریزان شد. گفتند از طائف تا به فلان مکان من بیهوش آمدم، من نفهمیدم که چگونه آمدم. از غمگینی اینقدر غمگین شدم که یک بار به خود آمدم دیدم که 30 کیلومتر تقریبا 40 کیلومتر راه گشتم. پیامبر سانسور کردند و خونشور کردند، قبول نکردند، مسخره کردند. پیامبر از غمگینی یک پیاده راهگردی به در اومده، بعد از 40 کیلومتر خودشون به آمده دیدن که پیامبر 40 کیلومتر راه گشتند. گفتند از همه روز سخت‌ترین من انا همون روز بود. پیامبر آمدند، یک دعای معروف است اگرچه در سندش بعضی از علما ضعف دارد، میگویند پیامبر اینقدر غمگین شدند و گریه کردند، به الله ندا کردند و گفتند که یا الله الیک اشکو، به سوی تو شکایت میکنم، مرا به سوی کی ترک میکنی؟ ای الله مرا به کی گذاشتی؟ الله خودت مرا هیچ، اگر تو مرا کمک نکنی من دیگر هیچ کمک کننده ندارم. گویان گریه کردند که الله سبحانه و تعالی را پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی یک نعمت داد، یعنی جنها را ایمان آوردنش را همون روز نصیب کرد. یعنی وقتی که انسان ها قبول نکردند و پیامبر سخت غمگین شدند، الله یک جماعت جنها را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد که آنها آمدند، پیامبر را شنیدند، اقرار کردند، ایمان آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خواستند که از طائف بیایند به مکه دارند، اهل مکه گفتند که تمام، تو دیگه به مکه داخل نمیشی، تو دیگر به مکه داخل نمیشی. قسم به الله ای برادر مسلمانان، راه دعوت این وزنینی ها رو دارد. امروز من هیچ چیزی به من هیچ چیزی نکرد، هیچ کسی، من دور هستم. اما شما تصور کنید اکنون که رسول الله خودشون تنها مشرکین چگونه اذیت می‌کرد. اما شما فراموش نکنید که الله رسول الله را نصرت داد، ما را هم نصرت می‌دهد. هیچگاه ما دل مونده نیستیم، الله ما را هم نصرت می‌دهد. همین شما به گرد ما آمدنتون، روز به روز علم شما زیاد شدن، روز به روز فهمیدن و روز به روز حق ظاهر شدنش، انمین الحمدلله نصرت الله برای ما شما است. ما غیر از حجت قرآن، غیر از حجت سنت، غیر از حجت قول صحابه دیگر هیچ چیزی نداریم. ما هیچ چیزی نداریم، نه قوه داریم، نه پول مال داریم، نه چیزی دیگر.